امروز به ناحیه سوخ حاکم ولایت فرغانه خیرالله بازارف، معاون مصلحتچی پرزیدنت جابر عظیمов و جانشین سرپرکرار سلام صمدov تشریف فرمودند و آنها را در فرودگاه ناحیه سوخ حاکم ناحیه سید بهرام سید موسیف همراه مسئولان ناحیه پیشواز گرفت. مهمانان سراول از فرودگاه بازدید نمودند و حاکم ولایت تکلیف زیاد نمودن شماره اویاپروازها و راه ماندن خط سیر نو بین شهر حقند لطیف و ناحیه سوخ را پیشنهاد کرد. مسئولان وزارت ترانسپورت تکلیف رهبر ولایت را معقول دانستند و معلوم کردند که جدا کردن سمالیات نو به ناحیه سوخ در نظر داشته شده است. qo'shimcha ravishda yana Cessna bilan karavan masalasi turibdi, kichik aviatsiya. O'shanda bu haligi parvozning intensivligini yana oshiradi. Boshqa haftada 3 kunmi? Haftada 3 kun. Bir marta boradi, keladi. Ha, boradi. Qanchalik ko'paytirib bera olasizlar? Agar bozor tamoyili bo'yicha agar ehtiyoji o'rganildi, ehtiyoji o'rganiladi, bo'lsa har ehtiyoj kunga ko'rib chiqiladi. O'shanga qarab parvoz qiladi. Kelganingizda mana tuman rahbariyati aholi bilan birga ishlayapmiz. Mana mashina qatnovini ham bir o'rganib, shunga qarab qo'ydilar. Kuniga ikkita qilib berasizlarmi? O'sha chirizing bo'lmasa har kunga bir mahal qilib berasizlarmi? Shunaqa samolyot bo'ladimi keyin? Yo'q, u yangi tipdagi samolyot bo'ladi, kichkina Cessna karavan degan. Narxi ham dostupni bo'lish kerak. Narxi prezident qarori 4798 bo'yicha 11.2 bandi bo'yicha agar anaqa qilsa, kompensatsiya tariqasida qilsa bo'ladi. O'shanda narxlari ham aholiga ijtimoiy tarzda maqbul narxda bo'ladi. بعدیان در تالار مرکز مدنیت ناحیه سوخ جمع آمد با اشتراک وکیلان وزارت‌ها، رهبران صدارت‌ها و فعالان ناحیه سوخ برگزار گردید. حاکم ولایت به سخن برآمده ذکر نمود که سالهای اخیر در ناحیه در تمام جبهه و ساحه‌های مختلف زیر اعتبار سرور دولت دگرگونی و نوگانی‌های کلی به عمل برآورده شدند. همچنین در راه حل آن مشکلاتی که خلق ما را به تشویش انداخته بود، کارهای وسیع مقیاس به انجام رسیدند. در اساس قرار سرور دولتمان از 8 آگوست سال 2020 درباره چاره‌های رشد همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی ناحیه سوخ ولایت فرغانه در ناحیه نیز در همه سمت کارهای ارزشمند به اجرا رسانده شدند. در این جمع آمد رفت اجرای قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان تحت رقم 4798 مورد تحلیل قرار گرفت. حاکم ولایت افزود که ناحیه سوخ همیشه تحت توجه دائمی سرور دولت ما قرار دارد و در اساس همین اعتبار پرزیدنت مملکت در ناحیه در تمام ساحه‌ها و سمت‌های گوناگون نوآوری و تغییرات‌های کلی به عمل آمد. چون این کارها در ناحیه پیوسته و منتظم به راه مانده خواهند شد. اما بعضی بند و قسم‌های قراری سرور دولت آید به رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه سوخ هنوز اجرا نشدند و یا کشالکاری در اجرای آنها به نظر می‌رسند. از جمله مشکلات تامین آب نوشاکی و پالیزی، مشکلات تامینات نیروی برق در ساحه ساختمان به وجود آمده کس را به تشویش می‌آورد. این همه نقطه‌ها در قرار سرور دولت ذکر گردیده است و می‌باید آنها زود و با صفت حل گردند و اجرای نقطه‌های قرار پرزیدنت حتمی و ضروری است. در این باره جانشین پرکرور گنرالی جمهوری ازبکستان سلام صمدov نیز اظهار نظر کرد و تاکید نمود که اجرای این قرار سرور دولت امروز از جانب وکیلان اداره‌های دخلدار مورد آموزش عمیق قرار گرفته است. باید به کارهای به انجام رسیده در ساحه‌های دخلدار حین جمع آمد مسئولان وزارت‌ها و صدارت‌ها حسابات دادند. معاون مشاور پرزیدنت جمهوری ازبکستان جابر عظیمov به نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار جهت آموختن سبب‌های کمبودی و مشکلات دستور و سفارش‌های قطعی داد. مسئولان در حسابات خود گفتند که علکه حل مشکل‌های اهالی وابسته به آب آشامیدنی و قوه برق و انفراساختور راه در ناحیه سر شده است. خصوصا برای حل مشکل‌های وابسته به قوه برق به ناحیه سوخ نزدیک 600 عدد پایه‌های بتونی و 7 عدد ترانسفورماتور zarur است. 3 kun davomida So'x tumanidagi fuqarolarimizni hamda tadbirkorlarimizni yillar davomida o'zlarini qiynab kelayotgan masalalari bo'yicha o'rganish amalga oshirilmoqda. Xususan, Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan So'x tumanida 27 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'ladigan bo'lsa, shundan barcha mahalla fuqarolar yig'inlariga borib, fuqarolar bilan, tadbirkorlar bilan ularda yillar davomida qiynab kelayotgan murojaatlari tinglandi. Jumladan 19 ta mahalla fuqarolar yig'inida bizni Farg'ona hududiy elektr tarmoqlariga
elektr energiyaga oid bo'lgan masalalar, ya'ni murojaatlar kelib tushdi. Buni sarhisob qilganimizda 19 ta mahalla fuqarolar yig'inida jami 40 kilometrga yaqin elektr uzatish tarmoqlari hamda 600 ga yaqin temir beton tayanchlari, bundan qolaversa yangi transformator punktlari o'rnatish ishlari amalga oshirish belgilab olindi. Hozirgi kunda So'x tumani Hazrat Ali mahalla fuqarolar yig'inida yillar davomida shu elektr energiyani ta'minotida sal kuchlanish pastligi hamda ozgina bir ob-havoning injiqliklari paytida shu elektr energiyaga bo'lgan muammolar yuzaga kelganligi aniqlandi. Xususan mana bugun ushbu mahalla fuqarolar yig'iniga quvvati 160 kV bo'lgan yangi zamonaviy yangi transformator punkti o'rnatilish ishlari amalga oshiriladi. Buning natijasida ushbu mahallamizdagi deyarli 150 ga yaqin aholi iste'molchilarimiz elektr energiyasining sifati yaxshilanishiga erishiladi. با غیر از این کارهای تامین اهالی با آب تازه آشامیدنی نیز در اوج میباشند. خصوصا امروز خرسندی اهل دهه ملبود را حد و کنار نیست. آرزوی دیرینه آنها جامعه عمل پوشید. از حساب بودجه دولتی مبلغ جدا کرده شده به 300 متر بلندی از دوری 14 کیلومتر به دهه آب برآورده شد. دشوارگری شده و شدم زندگی اکن سه زندگی هایی مجبور کرد صبر کرد طاقت کردم. یک روز انا میبیاد انا خدا و شکر انا همین سال با اومد کن 25 سالنده اومد خدا و شکر پرزیدنت ما و رحمت من او برآورده دادن چند کیلومتر دیر برآورده دادن من همه جامو کوته شد همه جامو خوشرو شد خدا مویم خرسان خدا و شکر. در دهه ملبود 250 خاندان موجود است و در این روزها 150 تای آنها با آب تازه آشامیدنی تامین کرده شدند. در این زمان کارهای ساختمانی و وصل نمودن خطهای آب نوشاکی برای تامین دیگر خاندانها ادامه دارند. محله نواباد به جولگان میشن. من مرکز 12 کیلومتر جلوی شدگی قشلوقمو در اینجا 230 خوجلک خاندان هست. من حاضر تشبوز پرزیدنتمو گفتی خدا گفته 14 کیلومتر آب بالا پرتوفتم استفاده میسپرند. آب نوشاکی در دیگر محله‌های ناحیه سوخ خصوصا دمیرصد، گلستان، چماقچه، هوشیار، قزلقیاق و باز چند دیگر محله‌ها یکی از مشکل‌های اساسی مردم به حساب می‌رود و البته در مدت معین شده در این حدودها مسئله مذکور نیز برطرف کرده می‌شود، گفت راهبر کارگاه تامینات آب. حالا کارها در محله حضرت علی دوام دارند. Bizda 100 milliard atrofida ozgina talab qilinyapti. Sababi 140 kilometr tarmoq, keyin sarojinalar qurilish kerak. Mana kechani o'zida 3 ta mahallani suvini berdik. Ozginalik nimalar bor ekan. Lekin halabish mana sentyabr oyiga deyilyapti. Mana bugunning o'zida kecha shu Hazrat Alida o'sha 1,5 kilometr tarmoq kerak ekan. Bugunning o'zida qo'yib ishni boshlashdi. Shu qancha mablag' talab qilinadigan bo'lsa, hammasi shu mustaqillik bayramiga kelish kerak. مهمش آن است که مشکل‌های اهالی از جانب گروه کاری جمهوری آموخته شده در مدت معین برطرف کرده می‌شوند. در دوام آموختن مشکل‌های شهروندان مراجعت‌ها نه فقط عاید نورسایی آب بلکه وابسته به قوه برق و منفرش نمودن کوچه‌های داخلی نیز به نظر می‌رسند. از این جهت امروزها در محله آفتابرو، سری بازارچه، چماقچه و چشمه کارهای وصل نمودن پایه‌های بتونی و کشیدن سیم‌های الکتر، اسفالت پوش کردن کوچه‌ها ادامه دارند. امروز اهالی از آن قناعتمندند که اصلاح در هر یک دهه ناحیه صورت میگیرد. حقیقتا کمبودی هایی که در محله ما در سر بازارچه در کوچه اشتبان وجود داشت، یعنی در ساحه الکتر، یعنی معماهای ساحه الکتر دیده برآمده، در جایش انیق کرده من حاضر کمبودی ها را برطرف کرده استادن. ما از نام اهل محله نداری خود را بیان میکنیم. باید قید کرد که در سالهای اخیر در ناحیه سوخ کارهای ارزشمند در راه منفعت خلق و آبادی دیار انجام داده شدند. این همان دلیل است که تاثیر اصلاحات اعتماد هموطنان ما را به فردای از امروز هم درخشانتر مستحکم نموده آنها را به اجرای کارهای بزرگ راهنمو میسازد. حاکم ولایت فرغانه از شفاخانه مرکزی ناحیه سوخ نیز بازدید نمود. هنگام بازدید حاکم گفت که واقعا هم شفاخانه مرکزی با انجام‌های زمانوی تامین کرده شده است، اما از این امکانیت‌ها مسئولان ثمرناک استفاده نمی‌برند. فعالیت شفاخانه مرکزی سخت زیر تنقید گرفته شد و برای بهتر نمودن صفت خدمت رسانی طبی و حل مشکل‌های موجوده رهبران صدارت تندرستی ولایت وظیفه دار کرده شدند.